11 اپریل اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید که در کار آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اشتراک و سخنرانی نمودند. اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم تحت رئیسی کلانسالترین عضو مجلس ملی نظام قاسم آغاز گردید. پس از اجرای مقررات رسمی افتتاح اجلاسی و انتخاب مقامات کاری آن، نخست انتخابات رهبریت مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. اعضای مجلس ملی طریق آوازدهی پنهانی نامزدی محترم رستم امامعلی را به وظیفه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جانبداری نمودند. رئیس انتخاب شده مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در نزد حاضرین سخن گفته برای صداقت به دولت و مردم تاجیکستان سوگند یاد نمودند. سپس کار اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم تحت رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی ادامه یافت. در ادامه اجلاسی معاون یکم و معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شدند و آنها نیز در نوبت خود در نزد حاضرین سخن گفته سوگند صداقت یاد نمودند. سپس در اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سخن گفته اوید به مهمترین پهلوهای حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، پیشگیری همه گونه تهدید و خطرهای زمان معاصر و دیگر سمت‌های حیات جامعه اندیشه‌رانی نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان همه اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رهبریت آن را به مناسبت انتخاب و تعیین شدنشان تبریک گفته برای عملی کردن صلاحیت‌های پرمسئولیتشان به آنها برای کامیابی آرزو نمودند. تأکید گردید که اعضای مجلس ملی باید به تهیه قانون‌ها دقت مخصوص ظاهر نمایند. با در نظر داشت تأمین هدف‌های رشد درازمدت و بلندبرداشتن نیکوحوالی مردم باید قانون‌های تهیه کرده شوند که برای تحکیم استقلال دولتی، امنیت و ثبات سیاسی، رشد استوار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باز هم بهتر گردانیدن وضع ساحه‌های معارف، تندرستی، آبادانی دهات، استفاده ثمرناک و صرفه‌کارانه زمین و دیگر ثروت‌های طبیعی روانه شده باشند. اظهار داشتند پیشوای ملت. در این ضمن رهبر دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که اعضای مجلس ملی با دیگر سوبکت‌های دارای حقوق تشبث قانونگذاری از جمله وکیلان مجلس نمایندگان همکاری نزدیک و دائمی داشته باشند. همچنین ابراز گردید که قانون‌ها باید با در نظر داشت استراتژی و برنامه‌ها و هدف‌های استراتژی کشور، همکاری با دیگر دولت‌ها، جامعه جهانی و تحکیم زمینه‌های رشد جامعه شهروندی تهیه کرده شوند. تأکید گردید که اعضای مجلس ملی در تطبیق سریوقتی دورنما و برنامه‌های میان مهلت رشد، صنعت کنونی با سرعت کشور، اقتصاد سبز، رقمی کنونی اقتصاد ملی و ساحه‌های مختلف آن، گزارش پرره به حکومت الکترونی، پرداخت‌های غیر نقدی و تأسیس جای‌های نو کاری باید سهم نمایان داشته باشند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضرور شمردند که مسئله‌های باز هم بلندبرداشتن صفت و شرایط زندگی اهالی کشور، نائل‌شوی بر رشد بی‌میلان اقتصاد ملی و گزارش به مدل اقتصادی به صنعت اساس یافته در مرکز فعالیت مسئولان قرار داشته باشد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که اعضای مجلس ملی هنگام تهیه و جانبداری قانون‌ها، زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و ثمرناکی آنها را در رشد همه سطح‌ها و بهداشت زندگی مردم همه طرفه آموزند و در این روند ضرورت، اهمیت و عملی شونده بودن آنها را نیز از مد نظر دور نمانند. در رابطه با وضع بسیار مرکب و پیچیده و دشوار و خطرزای جامعه جهانی، رهبر دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که برای پیشگیری کردن تأثیر منفی آنها
ما باید فعالیت خود را بیش از پیش گسترش دهیم. همیشه با مردم باشیم. تمام ساختار و مقامات، نهادهای جامعه شهروندی و اهل جامعه را به این سمت سفربر سازیم. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که برای نائل شدن به مقصدهای گذاشته شده، عملی سازی هدفهای استراتژی ملی از جمله نائل شوی پرره به استقلال انرژتیکی، امنیت ازقواری، صنعت کنونی با سرعت کشور و تأمین شغل پرمحصول ضرور است. تأکید کرده شد که تنها در همکاری زیچ مسئولی با مردم امکان است همه امکانیت‌های رشد ساحه‌های مختلف صنعت از جمله صنعت معدن، سبک و خوراکباری تأمین گردد و به این وسیله تشکیل کارخانه‌های نوی استحصالی، تأسیس جایهای نوی کاری و افزایش دادن صادرات مال و محصولات تیار وطنی با ارزش بلند علاوه شده راه اندازی شود. مشکلات گلوبالی از جمله تغییریابی اقلیم، خصوصا کم‌آبی و خشکسالی‌های پیهم، بالاروی نرخ مواد غذایی در جهان و تأثیر منفی عامل‌های ذکر گردیده به بازار استعمالی از مسائلی بودند که با آنها پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان توجه زیاد ظاهر نمودند. مسئولیت بلند اعضای مجلس ملی و مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها برای حل مشکلات موجوده تاکید گردید. در رابطه با آمادگی به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضرور شمرده شد که کارهای آبادانی از هر یک عائله تا دهاتی دوردست‌ترین وسعت داده شده. اجرای سفارش‌ها در این سمت از جمله دایر به بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی در مهلت مقرر گردیده تأمین شود. مسئولیت اعضای مجلس ملی و راهبران شهر و ناحیه‌ها همچنین در نظارت استفاده صرفه‌کارانه برق، کم کردن تلفات آن، جمع‌آوری مبلغ برق استفاده شده و پیشگیری همه گونه ظهورات نامطلوب در این جاده تاکید گردید. در این رابطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان با تطبیق قانون نوی جمهوری تاجیکستان درباره انرژتیک که تا به سطح جوابگری جنایتی رساندن مسئولیت برای استفاده غیر قانونی و نپرداختن مبلغ برق را پیش بینی می نماید توجه خاص ظاهر نموده تاکید داشتند که طلبات نو باید به مردم خوب فهمانده شود تا که با خبر باشند و رعایت کنند، خود را به مشکلی های نو از جمله جوابگری جنایتی دچار نسازند. در فراورد سخن پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان نقش مجلس ملی را در تحکیم استقلال دولتی، صلح و ثبات، وحدت و یگانگی، قانونیت و ترتیبات، ولایت قانون، پیشرفت ساحه‌های گوناگون حیات جامعه و رشد نظام حقوقی کشور نظررس ارزیابی کرده. اظهار نمودند که اعضای نوی آن با استفاده از دانش و تجربه خود در این سمت باید کوشش زیاد انجام دهند. پس از سخنرانی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان، اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم به کار خود ادامه بخشید.